ماهی‌های شاخدار جنگل آباد. چند ساعتی بیشتر به تحویل سال نمانده بود که گرگین جان رفت بازار تا برای خودش چند شاخ سنبل بخرد. جلوی در گل فروشی پر از سنبل‌های رنگ و بارنگ بود. گرگین جان یکی یکیشان را بو کرد و به به گفت. همانجا یک ظرف شیشه‌ای بزرگ دید که داخلش 5-6 تا ماهی قرمز گلی بود. رو کرد به خرس گل فروش و گفت: این کارها چیه که از آدم‌ها یاد گرفتید؟ این بیچاره ها را ببر آزاد کن. خرس گل فروش گفت: خب خودت بخر، ببر آزادشان کن. گرگین جان دست کرد توی جیبش، برگ سبزهایش را درآورد و گفت: این 2 تا دمپرپری ها را بده به من. خرس گل فروش آن 2 تا ماهی را از توی شیشه درآورد و انداخت توی کیسه و داد به گرگین جان. گرگین جان کیسه را بالا گرفت و ماهی ها را توی آفتاب نگاه کرد و گفت: آخی چقدر قشنگن، یکی دمپری یکی دمزری. و راه افتاد. به خانه که رسید دمپری و دمزری را انداخت توی ظرف شیشه‌ای و گفت: همینجا بمانین تا فردا در رودخانه آزادتان کنم. بعد هم شامش را خورد و رفت به خوابت که در زدند. در را باز کرد. پشت در روباه دم قرمز بود با یک دسته گل بزرگ. سلامی کرد و گفت: خوبی گرگین جان؟ عیدت مبارک. رفته بودم از گل فروشی گل بخرم که شنیدم 2 تا ماهی توپلی خریدی. به چه قشنگی، یکی دمپری یکی دمزری. آمدم یک پیشنهاد عالی به تو بدهم. تو که جز سبزیجات چیزی نمیخوری، بیا این 2 تا ماهی را بده به من. این دسته گل زیبا هم مال تو. گرگین جان دسته گل را پس زد و گفت: ممنون، دمپری و دمزری نداریم. روباه دم قرمز اخم کرد و رفت. گرگین جان در را بست و رفت به خوابت. باز صدای در زدن آمد. در را که باز کرد پشت در گربه ننه بود. گربه ننه عینک نوک دماغش را بالا گرفت و گفت: گرگین تویی ننه؟ گرگین جان گفت: بله گربه ننه، بفرما. گربه ننه گفت: ننه جان شنیدم 2 تا ماهی درشت خریدی، دمپری و دمزری، مبارک ها باشد. راستی ننه جان من کمرم خیلی درد می کند، ببینم شما تخت فنری چیزی ندارید که من امشب اینجا بخوابم؟ گرگین جان با حرص گفت: نه ننه، پری و زری نداریم، تخت فنری نداریم. گربه ننه غرغری کرد و رفت. گرگین جان خواست بخوابد که دوباره در زدند.